ای خدا. گیلک چه کار کرد؟ این نون شده میجی. یه از که میشه میبرد نون ری کردم. بله میگم چکار شد نون ری نکردیم همه گیله که من 3 ساعت میشه من برای نون ری کردم طالب دست بابا جان من اگوشی اینجا کشته شدم آخه میفهم یا نه آخه من خیلی وقت میشه ری کردم طالب نماده بسته رو خب دیگه من چه کار کنم دیگه من اینجا اگوشی من بمورم دیگه خوشتومات بشی میگم هر دن که آمده مرگ خاکی به من ریکو که من بمورم یک گوشنگی خوبه خداحافظ من دومات دارم وای 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 3 ساعت میشه برای نون ری کردم در رکانی و سرا نرفته سلام علیکم ماما نوروز مونده نباشی و علیکم سلام جور باشی کجیر خان شیال اول بخیری شکر خانواده خوبن خود شما خوبی الحمدلله گیله خوبه شکر رشنی الحمدلله چی عجب که از ما اول گرفته کجیر خان گاهی وقتی ماما نوروز میاییم شما خبر احوالی میگیریم خیر بینی کجیر خان میگم چی رقم وضعیت تو به خدا وضعیت ها خوب نیه فعلا امیت کمکی امی معامله ما به امریت شده ماما نوروز امیت به جنجاله بالاخره کجیر خان به تو میگم میفهمی ایک را آینده نداره مدمی خواهش از تو دارم دیگه به این را نرو کار خوب نمیکنی آخر کشته میشی یا تو دولت میگیره بندی میکنه اینمی به تو میگم و هم از حساب همسایه‌داری خودتو گپ میزنم ولی فایده نداره ماما نوروز برای که من قدم قدشتم برگشتی نیه ولی گذشته ها تیر شده میگم بله با گپ همه یاد میکنی بفهمیدی یا نه برای دیدی داستان نگرده ماما نوروز خب دیگه من تو بیامدم کمکی خودی شما میته اختلاط کنون ساعت می تیر شد بیخی ما به می جنجالا میته کمکی گیر مونده ببینیم که آخر عاقبت ما چیکار میشه کجیر خان این راه که تو انتخاب کردی این راه درست نیه با واسه که تو خش منی که ما تو میگم اختیار خود داری ماما نوروز از من کی مونده از من چی مونده یک مادر بیوی دارم برارم هم که هنی بالا قدش بره و کشورها خاری باور بکنیم نیه ایت داغی به دل خود تا زنده باشم نگاه نمیدارم اگه می داغ به دل خود نگاه داشتم مگر مردم کجیر خان نگم دول سیاه بگم چی داغ؟ او به پیش خود منه او رازیه آنه قدوسم بیا سلام علیکم سلام علیکم کجی قدوس بخیری نگو بله چرا گیلک من نون نو ببو بیبی ما گفتن بیایم با سرانین بخورین خاطر که گیلک افتاده تاجو این مرد مصابه چنگجو که افتاده تاجو افتاده مثل که برفته به بیبی مسی مروق بیاره تو به من جوتای و افتاده بجیر کوشی مثل مرغ وری میلرزه خوبه دیگه تان خبر غلاکه رو وردی به من نیه میگم همینجی بشی کیت بچه پیار نمیه یک دونه زدک به کسی نمیدی میفهم یا نه بله کجیر خان جان اگه چاشت خودم میره سلامتی شما خدا به خدمتون لالا سلامتی شما خب برو خداحافظ من میرم دیگه خب اختیار خوده باشه اختیار باشی کجیر خان خداحافظ بریم خداحافظ خداحافظ صعبه
خیریت لالا جلوی ما گرفتی؟ تاشو اسکه چه لالا خیریته؟ و تو که مگه تاشو اسکه تاشو بیا بیا میشه اینا رو بیری پارچه داره حالا هرچی دارم اجا اونو مستونه باز فکرشون باشه باز پشیمون میشه. البته چه پیار میری که پشیمون شو بازی بزن رئیس نوشته بود یارو خوشحال بیدم خب بله یا امنیت آخر بزرگ خدا برقراره نیه انشالله الهی شکر آنه ایلک بره اون تو زودتر مواد به ما برسونیم که این مردم بردیمو نکرده کار تو نباشه خلاصه کار نداری نه زنده بشی سلام بگو رئیس را بریم خدا حافظ آی بزیرت گل بادا مدارم ها دلارم نشب خوابون روز آرام دارم ای جانم آی زمین را پر کنم از اشک و دریا چمایی بلکه در آود ببینم به کوچه نرو که خار دارد ببین مریم پرن گلدار دارد وی به هر کی میرسه دستو بگردن به ما که میرسه صد نازو داره گسپندا دولخ کلی بری ببر بیای میبرتیشین چکه آخ گله چرونم گله را ممی چرونم رمرا همیشو بوزو بره را بره ببر دولخ میکنی دولخ نکنی برون با ایلش تو دولخ میکنم اینا چکی باشه ممزی میوه بخوریم مرازه بخوریم نگه هوا که سر میکنه میشا که بر میکنه دل یاد دل بر میکنه بگذار بنالم سبزم
تا کی بنالم سبزم بچه ها که بیا آمده خدا کنه که شیر آماده باشه. سلام جنگیر خان. سلام. جورم بخیره. بخیریم. خیریاته. گپزی بزنیم که شیر آمادیم یا روا؟ شیر آمدیم جنگیر خان. یک سکل اندای خود یک گوشی شکار کردیم. صبح که شما برفتین شراب بود خود شما، این آدم که نبود خود شما. شراف ببرد سکل قایم کنه. این آدم حال خود ما آمد. ولی صاحب سکل بلبل زبینی خیلی میکرد. یک مرمی هم بملنگی تقدیم کردم. اشتباه کردی تو. نگفتم که همین مردی خواشی هم که نمیده اجازه زدن نداریم مردم شما بزنه. جنگیر خان علت زدن ای بود که به من میگه پشیمون میشی. اما تو رو میشناخته. نه چی میشناخت؟ خب خیره متوجه تفنگچه باشه به تعمل. باشه چشم. انی هم گوشی. بده بریم بخیر داره. خداحافظ شما. خوبه بازم سکه بیاغلا. ما بگفتم که اگر طرف هیچی نمیده نزنه مردم به مرمی. بیاغلا تو سکه مرتکه به مرمی زدن بازم خوبه. انال دیگه خوشومت مرد تا به زمان که زنده باش یک سر آتش کنه دیگه سکو که چی بکندم بم هر تبر یک کرد. زن کاکا خوشو اینا ببرم به این خونه پیشون ببرم یا به اینجی سر تنیر اینا بندازونم باشی بیای. سلام و علیکم. چه زن؟ بله چه کار چی آوردی؟ هیچی خوشی جانانه. من رزمال ببردم به فیش فرغون که بردارم اینا بار کنم بیارم. چی میگی تو؟ گپ زدن خو میفهمی زمار ببردی به پیش فرغون؟ آها نه او خاطره که دیشب گوشتال هنده که با ما بدادیم اونا خیلی چربی دیش در مقابل وجود به عفونت که دوما جو تو میته بچه کمی هستی که چی بگم؟ اگه با تو بگم نخور با میگه می خوشیمه با ما روا نداره. نه چه کنی در مقابل وجود به عفونت که بعد ما برفتم به خیال نشگی اصلا فکر کنم که من نشهیم نمیفهمیدم. برو پیش خسار خو پول بستو که بی گندمار ببری به سیا. پول گندما؟ دیگه پس کی میبره؟ ما ببرم. چرا سعی میکنی؟ برو دیگه. که چند بجی؟ خود تو برو پول بستو ببیم ما تو میگم چند بجی. برو. خب خوش شد خود ایتا چی میفهمم بعد خسار ما بگه چند نمی؟ دو بجی 25 من میشه 25 من پول بستو بیا. 25 من پول؟ دیگه پول گندما 25 منه پول نیه 25 من. خب چند پول بستونو؟ 200 روپیه میشه دیگه. من 8 روپیه کمتر ارد میکنه. نه من 8 روپیه نه خوبه بس یاون میگی ارتیار میکنی مثل مغز کلی گو. فهمیدی یا نه؟ های خوشو من گویم تو نمیگم تو برو بگو خودی میفهم. برو مثل مغز کلی گو او روز دیگه هم ببرده بودی گندمار ببرده بودی آت کده بودی اما درست بود یک پوره به درد نخور. مای بگو مثل مغز سرمه. تو برو بگو هر رقم می برو بگو. برو پول بستو. مغز سرمه چی رقم؟ تو اگه مغز سر هوشیاری میداشتی و تو دیوانه نمیبودی که من یک ساعت با تو گپ بزنم تو نمیفهمی که من چی میگم. یعنی شما میگی من به تمام میکله خو مغز سر ندارم؟ نه دیگه اگه میداشتی هوشیاری میبودی. خوبه حالا اینا با کجا به خونه ببری یا میگی من تیار میکنم. برو پول بستو. برو خوبه زودی بیای با نشینی به اختلاط با جامعه. نه دیگه البته من به خونه مادر خو میرم. تو به هر جا که بری روزشون میکنی. میام. بچه بیا. بله بیسته یک قیلون تازه کنی. باشه. خب صحیح شد. خوبه